مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین حشری عصبی ایران. بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. دیدم که هر کجا این کره خاکی که هستید از صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سر حال باشید. چرا میگم حشری؟ به حال عصبی هم با به خاطر اینکه آقا اسرائیل میگه میزنیم، از اون طرف ایران میگه میزنیم، از اون طرف آمریکا میگه من جر میدم، از اون طرف این بی همون بنیامین نتانیاهو میگه که یک دهنی ازتون سرویس کنم، از اون طرف آخوندا خط نشون. خلاصه این تن و بدن ملتی که داره میلرزه و میگن که بابا اینا سیستم حملهشون اعتبار نداره، یه زارد یه بمبی میزنن تق میخوره مثلا تو حیات ما میریم اون دنیا پیش هایده و مستی و بقیه اهل دلها و خواننده ها و مایکل جکسون به حال دیدن اونا تو جهنم و میگن همه با هم میریم تو جهنم. خلاص امروز که یک شنبه 29 مهر سال 1403 روز تعطیل منه. خب اول هفته تقریبا تو ایرانه. ساعت به وقت تهران 15:44 است، به وقت آلمان هم 2:14 ظهر و 20 اکتبر سال 2024. هر روز داره خبرهای عجیب و غریب میاد بیرون. یه سند محرمانه هم توی این ریویری وسط این تهدیدا که این اونو تهدید میکنه، اون اینو تهدید میکنه، این بیابونای اونو میزنه، اون میاد رهبرای اینو میزنه. یعنی یه چیز عجیب غریبیه. زارت اومد بیرون. اینم لایو هست ولی لایو نیست، یعنی من الان خیابانیگونه بهتون گفتم کیف کنید. این سنده بود اومد بیرون، بعد اومدن گفتن که آی بدوید بیاید یه سند پشمریزون فوق محرمانه اومده بیرون و این سند هم امریکایی‌ها لو دادن. کجا لو دادن؟ توی کانال تلگرامی لو دادن، کانال تلگرامی که حامی ایرانه، و گفتن که توی این سند محرمانه اینو براتون تحلیل میکنن. 20 برنامه تلویزیون توش داره، 2 دقیقه براتون توضیح. یه سندی داده خوش میگن خیلی محرمانه است. پلن حمله اسرائیل به ایران بوده که قرار بوده که 15 و 16 اکتبر، الان چند اکتبریم؟ 20 اکتبر، یعنی قرار بود 3-4 روز پیش این حمله با این نقشه که گفته بودن یه برگه آچاره بیاد و بزنن تارومار بکنن تأسیسات نمیدونم نظامی و اسلحه‌ای و جای مختلف و ناوای جنگیشون رو بیارن و بیان بزنن لحاظ هوایی و زمینی تا خشتک جر بدن. اما چون این سند لو رفته نتونستن هیچ کاری انجام بدن. اولا اینکه حالا یه سوال میپرسن که آقا جنگ میشه یا نمیشه. ما الان تو وضعیت جنگیم، یعنی الان شما شرایط ایران نگاه بکن، الان تو مملکت نگاه بکنی به وضعیتت میفهمی جنگ یا جنگ نیست. بعد تو اون ویری اومدن گفتن که آقا امارات گفته که جزایر سگانه مال ماست. از اون طرف اپوزیسیون گفتن آقا این صحبت‌ها چیه، ذره ای از خاک وطن و ما میان و جر میدیم اگه کسی بخواد بگیره. از اون طرف ملت همیشه در صحنه ایران و ملت غیور ایران هم گفتن آقا جزایر سگانه اصلا کجاست؟ کجا جزایر سگانه هم داریم؟ اینو من نمیگم، این دایرکت هم اینا. این طرف نمیدونه جزایر سگانه کجاست. حالا اونا و از اون طرف ایران هم گفته آقا این صحبت‌ها رو نکنید. بعد اونا اومدن یه جلسه گذاشتن، امریکا اومد که گفت آقا اصلا جزایر سگانه مال اماراته. بعد از اون طرف ساکنین جزایر سگانه، الان بهتون با عکس نشون میدم که جزایر سگانه ایران کجاست، چون دوستان یه مقداری با این مورد بعد با ذکر جغرافیاتون نابود بوده. عکسش امیدوارم پیدا بکنم، تنبه بزرگ و تنبه کوچک و ابو موسی و این صحبتا. قشنگ با ببینید این عکسش دیگه. من از این عکس چرا رفت ببینم، این سیستم هم با ما نمیخواد نشون بده. ببینید یه ذره کوچه این که خلیج همیشه فارسه، با اینکه بحثی نداریم. ما یه 3 تا جزیره اینجا داریم، تنبه بزرگ، هم تنبه بزرگ، تنبه کوچک و ابو موسی. این جزایر به دلیل موقعیت استراتژیکشون و به دلیل اینکه از آب خلیج همیشه فارس تو منطقه بسیار بالا هستش، کشتی‌ها اونجا خیلی راحت میتونن پهلو بگیرن و نزدیک هستش به اون تنگه هرمزی که این ادا تنگا رو در میاره. هی
میگه میخوام ببندم، میگه نمیخوام ببندم و اینا. حالا جلو کنگ هرمز هم باهاتون صحبت خواهم کرد جلوتر چقدر من بحث‌های سیاسی میکنم براتون، ولی لوری ساده ز خودتون. آقا اونا گفتن این سه تا مال ماست، ایران کشیده بالا. ایران گفتن واد فاز شیشه میزنه مال ماست که. بعد الان مردمان تون به بزرگ و تون به کوچک و ابو موسی هم عروسیه. میگن که آقا ما الان میشیم جزء امارات، فیلتر که نداریم، حجاب اجباری هم نداریم، یه پاسپورت اماراتی هم میگیریم، همه جای دنیا هم میریم و عشق میکنیم. ملت همیشه در سن من اینو استوری کردم بودم چی دارید میگید اینا الان عشق میکنن. گفتن آقا اونجا زمین کجا هست ما بخریم. منم گفتم آقا اگه زمین میفروشن بریم بخریم چون میکشه بالا اینا بره جزء امارات. گفتن آقا اینا پیش ما امانت ما میهن، ای وطن فروش ای خاک فروش. آقا اوکی هر جا میفروشم من یه قسمتی اون خاک مال منه دیگه. به هر حال اگه ما اونجا یه خاکی داریم یه تیکه خاک من، آقا من میخوام خاک خودمون بفروشم، هر کی میخره من بالاترین قیمت ممکن میفروشم. حال تجربه این دوستانه. بعدش هم اصلا این دعوا رو راه انداختن که مردم اصلا سرشون رو گرم بکنن. خب کی میاد اینو بگیره؟ تون به بزرگ کجاست؟ تون به کوچک گذاشت. اینا همش سر کارید مردم. این داستان چیزی دیگه است. داستان سر اینه که اینا دارن در پشت پرده دیل میکنن. دوشنبه ایران رفته بود تو همین امارات با امریکایی‌ها نشسته بود سر میز مذاکره که به تفاهم برسن که اسرائیل به ایران اگه بخواد حمله بکنه نرم از بغل. توی رسانه ها اومدن اعلام کردن که اسرائیل و امریکا با ایران توافق نکرده و دهن ایران سرویسه. دست بر قضا. با توجه به اینکه سیاست پدر و مادر نداره، شما ایمان داشته باشید که 100% توافق شده. یعنی اصلا اینا هر موقع توی سیاست میگن یه چیزی نیست، دقیقاً بدونید همون هست. و اصلا به خاطر همون توافق هم بوده که این سند اومده بیرون. اصلا اون سند رو نرم از بغل بهشون دادن، گفتن آقا این سند است بیاد بگیرید. بعد دقیقاً دوشنبه که توافق صورت گرفته اینا می‌خواستن حمله بکنن، حمله نکردن، یعنی آماده حمله بودن. بعد از اون طرف اعلام کردن که اسرائیل تو آماده باشه کامله و میخواد حمله بکنه. ببین در این که اسرائیل بخواد یه اتک به ایران بزنه میزنه، ولی اونقدر اتکش قوی نخواهد بود که آخوندا برن. چون به هر حال آدما دو دستن، میگن آقا نزنه ما بمیریم، ولی یه جوری بزنه آخوندا برن. یعنی الان این تئوری وجود داره. یه دم که میگن آقا کلا جنگ سرش گرده، چون اگه جنگ اتفاق بیفته اونا اگه بخوان یه کاری بکنن که آخوندا برن، آخوندا اون مملکت رو همینجوری نگه نمیدارن، لخ میکنن، بار میکنن میرن. بعدش هم اون مام وطنی که شما میگید وطن فروشه، اون مام وطن رو میدونید کی فروخته؟ اون خاک وطن رو میدونید کی فروخته؟ همون آقازاده و فاضل آبزاده که الان توی همون دبی، همون امارات، تو جای مختلف حاشیه خلیج همیشه فارس، توی آلمان، توی انگلیس، توی استرالیا و توی آمریکا و توی کانادا پول نفت و گاز همون ملت رو برداشتن خوردن. یا آب امروز 6 کسی هم نمیدونه اصلا اینا هویتشون چیه، اصلا عکسشون نمیشناسه، اسمشون نمیشناسه. اونا آدمایین که خاک اون وطن رو فروختن. نه منی که یه رسانه دارم حالا میام 4 تا چس استوری میذارم میگم آقا خاک وطن. شما هم فاز این چیزا برمیدید آقا این استوری گذاشته اصلا یاد اون آقازاده نمیافتید، آقا اون داره دزدی میکنه. ما کجا ما اصلا ان کارم نیستیم ما اینجا. اونا دارن اون وسطا این حرکت‌ها رو میکنن. خاطر میگم ملت هشتری هستی. حالا یه دافی اینجا بود. بگذارید. از اون طرف شما مطمئن باشید که اسرائیل میزنه نرم از بغل هم میزنه، به خاطر اینکه دیگه زده دیگه. یعنی هر چی رهبر بود زد. رهبر حماس رو زد، حزب الله رو زد، هر کی اونجا بود یکم جانشون شد زد، نرم از بغل برد، شست برد. ولی دیروز حالا اومدن توی ویدیو گفته بودن که ایران به نتانیاهو حمله کرده، زده میخواسته ترور بکنه. بعد تو ایران هم اون آدمایی که اونجا بودن گفتن آقا ببینید پهپادهای ما تو بالا سر نتانیاهو هستن. این هم فیلمه. یعنی یه مجمع الجزایری از فیلم‌ها که تشکیل سریال داده. این سریال هم سیزنه. هر از چنگایی میان برای مردم میگن. امریکا هم گفت آقا دیدی ایران زد، بیا این هواپیمای منو بخر، بیا این موشکای منو بخر. از اون طرف اسرائیل با ایران جنگ داره، کشور عربی خایه پاپیون کردن. اون عربستان داره سیستم دفاعیشو درست میکنه، به حال پول نفت دارن دیگه. امریکا میگه ببینید اسرائیل زده، شما بیا تجهیزات بخرید. بچه‌ام دوستانم پیام میدن توی گروه این صحبت ها، ما خبرها رو بخونیم و اینا. بله سیستم همین آقا. این چیزی که من بهتون گفتم خیلی ساده، نرم از بغل. بعد اومدن گفتن که آقا این سند اومد بیرون، به فنا رفتیم آماده. اگر میخواستم بزنن، ببینید 2 تا 4 تا ساده است. قالیباف به عنوان رئیس مجلس بلند میشه میره دقیقاً همون جایی که حسن نصرالله رو زدن. عباس عراقچی میره دقیقاً همون جایی که
نمیدونم فلان شخصو زدن، نمیدونم بقیه وزرا دقیقا میرن تو همون خونه‌ای که اسماعیل هنیه تو تهران بوده. اینا اگه می‌خواستن بزنن زده بودن. قالیباف از قبل تاییدیه رو به عنوان رئیس مجلس گرفته که آقا پشه اونجا رد نمیشه، اینا خایه دارن برن تو مناطقی که یارو منفی 15 طبقه پایین بوده که اصلا نصر رو زدن برن اونجا رو بازدید بکنن. نه آقا توافقات شده، تموم شده رفته. آمار هم خودشون دادن، یه دو تا چهار تا توافق کرده. بعد الان اومدن گفتن قالیباف خودش نشست پشت رول هواپیما و هلیکوپتر، این لباس ما هم صاف میشه. رفت نشست تو لبنان، همونجا بازدید کرد، اومد. ملت هم گفتن یا اول پس این که خایه‌هاش اندازه پیکنیک. اون روز دیدم من یه تریلی رد شد، گفتم یه قطعا خایه‌های اون آدمه دارن جابجا میکنن. نه آخ شما چه اسادی بسته شما سیاست، یعنی همین. برای همین من وارد بسته سیاسی نمیشم. و دیارم برای من تو از سیاست سرت نمیشه. این تحلیلگرا سیاست. بابا اینا اگه تحلیلگر بودن الان 44 سال بود این آخوندا رفته بودن. اینا این تحلیل میکنن، اینا 6 ماه دیگه میرن. چه تحلیلگری بابا؟ انگار مثلا اون سوادش از تو بیشتره، تو از اون کمتره. انگار مثلا اون میفهمه تو نمیفهمی. هر کسی از نگاه خودش یه تحلیلی داره، میتونه این تحلیل درست یا غلط باشه. همه آدم ها میتونن موضوعات رو از دید خودشون تحلیل بکنن، اما اینکه اون تصمیم گیری نهایی اتفاق بیفته شرطه. دلیل برای نمیشه یارو میاد جلوی دوربین حرفای قلمبه سلمبه میزنه، نمیدونم 4 تا کلمه سیاسی میگه، نمیدونم میاد میگه خامنه ای تو خونش الان زیر شفاهی داشت، نمیدونم داشت فلان کارو میکرد، اون انقا میفهمه، اون یکی که نمیاد این حرفا رو بزنه نمیفهمه. همه ما انسان ها شعور و سواد سیاسی رو داریم. بعضی از این راننده تاکسی هستن تو مسیر میرن، اونا سواد سیاسیشون خیلی از این سیاستمدارایی که یا اون آدمایی که طلای سیاسی میکنن بهتر و قوی تر. البته خب مردم ما آگاه هستن، این سیاست تو خونشونه، یعنی علاوه بر حشریت و عصبیت یه سیاستی هم تو خونشون هست. همه میشنن براشون راجع به مسائل سیاسی مهم حرف میزنن. اما این چیزی که مهم هستش، من و شما همه توی لیگ دیگه ایم، مثلا کلا سرکاریم و اصلا این بازی رفته بسته زده، اون میره 4 تا کرم خاکی. تو اگه می‌خواستی بزنی اسماعیل هنیه رو تو تهران میزدی. شما که داری میگه تمام این رهبریت این چیزا که توی ایرانه، بعد میره اسماعیل هنیه رو میزنی تو کف تهران، بعد بری یکی دیگر رو بزنی. بعد اومدن چون انداختم اون قاهانی که اون جاسوس اسرائیل. من تو ویدیوام گفتن این جزء 7 نفره بودم که گفتم آقا اصلا این قضیه مسخره است. فرمانده سپاه قدس و نمیدونم سایر فرمانده جانشین قاسم سلیمانی بخواد بره جاسوس اسرائیل بشه، اصلا به چه قیمتی میخواد؟ مثلا قبلا یه مثال زدم، گفتم که شما مثلا کارخونه لامبورگینی داری، بعد کارخونه بنز بیاد به تو پیشنهاد بده بگی بیا تو کارخونه بنز، میگه دیوونه‌ام، شیشه میکشم خودم لامبورگینی خودم دارم بیام تو بنز تو، میخواد مثلا بشه فرمانده سپاه قدس اسرائیل. و دیگه خودش فرمانده سپاهیه دیگه، برای چی بره جاسوسی بکنه؟ جاسوسی به چه قیمتی؟ درسته یه سری حرفای قشنگی بیا اینجا بزنی همه مردم میگن عجب خبری پشمام ریخت یارو جاسوس زدن. اما عقل و منطق هم باید به چیزی بخوره دیگه. یا مثلا اون تنگه هرمز چپ و راست میرم میگم ما تنگه رو میبندیم، یه تنگه که ادا تنگا رو در میاره. تنگه هرمز که 90% کشتی‌های نفتی دنیا از همین تنگه بعد ردشن برن. تنگه امنیتش و قدرتش دست ایرانه. ایران اگه 24 ساعت این تنگه رو ببنده، قیمت نفت تو بازارهای اروپا و امریکا افزایش پیدا میکنه. مثلا از 1 یورو 40 سنت بابت هر لیتری که ما میریم میزنیم میشه 4 یورو و 30 سنت. یه 2 هفته 3 هفته این اتفاق بیفته، اصلا خلیج ناامن بشه و کشتی‌ها نرن بیان دیگه، اونا هم نمیتونن نفت و گازیو بدن به مردم. قیمت همه میکشه بالا، قیمت نفت و گاز هم بکشه بالا، قیمت تمام اجناس میکشه بالا، قیمت تمام اجناس بکشه بالا، مردم میریزن بیرون، تو کل دنیا انقلاب میشه. برای همین این تنگه ادا تنگا رو در میاره، هی ناز میکنه و دنیا هم از این تنگه میترسه، چون نفتای دنیا از این ور داره میاد، مگر اینکه راه دیگه پیدا بکنن از اون منطقه بالا ببرن که منتقل بشه. وگرنه این تنگه داستانش اینه و ما قدرت تنگه رو داریم که خیلی هم لامصب تنگه. چقدر گفتم تنگه. در صورت این شده داستان سیاسی منطقه. حالا اینکه اسرائیل 4 تا تیر تخته بزنه میزنه، من معتقدم که اسرائیل دیر یا زود میزنه. الان اومدن گفتن که اسرائیل داره خودشو آماده میکنه و این اسناد محرمانه اومدن گفتن. الان تو اسناد محرمانه چی گفته؟ آماده باشه نظامی اسرائیل. اسرائیل الان تا دندان مسلح و تا خشتک تو حوزه نظامیه. طبیعی اصلا بعد آماده باشه. تمام نیروهای نظامی داخل ایران الان در حال حاضر تو آماده باشن. نیروی هوایی ایران تو آماده باشه، نیروهای پایگاه شکاری ایران تو آماده باشن. شرایط بحرانیه. اما ما خودمون اصلا این شرایط هم نبود، اصلا شرایطمون جنگیه. روسیه اوکراین رو زد، دلار تو ایران گرون شد. آقا گوز به شقیقه چرا رفت درون بالا، اون یکی دیگر رو زده، ما چرا بعد تو ایران قیمت دلار بره بالا پایین؟ بعد اون یکی میگه تو که آلمانی تو چرا از
پشمک، من خانوادم، دوستام، رفقام، مخاطبام، طرفدارام تو ایرانن. من اینکه به یه ور عباس باتری زن باشه این قضیه، نه اینجوری هم نیست. ما هم برای خودمون داستانی داریم و دلمون میسوزه. بعد از اون طرف ما حمله میکنیم به حسای ملت، میرفتن بنزین میزدن. سلاطین برعکس ها، ما حمله میکنیم اونا ببرن بنزین میزنن، اشتباه میزنی. بعد اونا به ما میزنن یا ما به هر جایی میزنیم، یا هر کی به هر کی میزنه، هر جای دنیا هر اتفاقی میفته تو ایران قیمت دلار میره بالا. یعنی هر چیزی تو هر دنیا ما باش میلغزیم. سیستم اقتصادیمون توپ، فقط توپش مقداری چیزه تکون میخوره. این شده وضعیت دنیا، وضعیت ما. حالا اسرائیل تو آماده باشه که طبیعی آماده باشه. اینکه اسرائیل بخواد به ایران جواب بده نتانیاهو. بعد از اون طرف بایدن گفته نزنید ایرانو، ترامپ گفته بزنید ایرانو. بعد از اون طرف نتانیاهو و بیبی، البته این بیبی که میگن خیلی شاید تلفظشو ندونن، معنی های مختلفی براش انتخاب میکنن و میگن بابت بنیامین نتانیاهو چرا بهش میگن بیبی. اولا که بنیامین توی زبان عبری میشه بیبی و یه چیزی هستش که رفقا و دوستای نزدیک اون آدم یا رسانه ها ازش به عنوان بیبی استفاده میکنن چون تلفظش راحت تره. اما دوستان و تحلیلگران سیاسی در حوزه‌های خاور دور و خاور نزدیک و امریکا و جای مختلف اومدن تحلیل جالب گفتن بنیامین نتانیاهو با بایدن چون یه دیلی دارن میشه بایدن و بنیامین میشه بیبی. اشمام ریخته بود از این. یا اون یکی اومده بود گفته بود که بنیامین بیگ مثلا، آیا مثلا آدمی که خواهی بزرگی داره مثلا بیبی اونجا مثلا نشد گرفته بود. مثلا نه، اون بیبی به زبان عبریه، یعنی بنیامین به زبان عبری میشه بیبی. اینا هم گفتم حالا لابلای صحبتام کلاس آموزشی زبان مختلف برای شما بذارم. و اینها ببینید اینا هم همه از هوش و سیاست آخوندا میاد. من بگم ببین چجوری دیل کردن رفتن بستن. حالا چجوری دیل کردن؟ برای جیب خودشون دیل کردن. آخه شما معمولا باید یه دیلی بکنید که به نفع مردم، یه دیل کردن به نفع جیب خودشون بمونن. بعد کی از این آقازاده ها و دل و دزدها و این پشمکایی که الان دارن نمیدونم، یعنی ببین یه پشمکایی میان تو مملکت بیزنس میکنن، پشماتو برید که از این پشمکا آخوندا بهتر برای اروپا یا امریکا. اصلا اگه انقلاب بشه ریده میشه تو اقتصاد جهانی منطقه، ایران میشه هاب منطقه و قدرت منطقه. اونا میگن اصلا اینا هستن ما داریم ما سلاحمون رو میفروشیم به کشور دیگه. یا انقلاب بشه دیگه عربستان خواهی پاپیون نمیکنه که میگه خب یکی دیگه اومد دیگه با ما حمله نمیکنه، من برش پول اصطلاح بدم نمیدم. پس میگه آقا اونا هستن، اونا تهدیدن، یعنی اونا رو میکنن ابزاری برای اینکه جنسای خودشون رو بکنن تو پاچه ملت، پاچه دولت ها. این تحلیل ماست. حالا دوست دارید باور کنید، دوست ندارید باور نکنید. اصلا مهم نیست. مهم نیست. نه آقا میگم آگاهتون میکنم نترسید. فردا فکر نکنید آقا یه بمب میاد میخوره سر کوچه‌تون. نه بابا اینا بستن، وگرنه اون قالیباف بلند نمیشه بره لبنان. خیلی مخلصیم. آدمتون هم گرم و امیدوارم که یک شنبه خوبی داشته باشید. نمیدونم که این ویدیو رو میبینید، شاید روزهای آینده و ماهای آینده، اما هر موقع میبینید تحلیل ما رو ببینید عشق کنید. اگه دوست داشتید برام کامنت بذارید و برای دوستان خودتون بفرستید. مخلص.